بپردازم به الگویی به اسم الگوی مثلث ها. به هیچ عنوان من الگوی مثلث ها رو جزو در واقع الگوهای عرضم به حضورتون ادامه دهنده و یا بگم خدمتتون بازگشتی در نظر نمیگیرم بچه. خب اگر من بخوام این کار رو بکنم در واقع انگار دارم یه جوری دانشجو رو سر کار میذارم. ببینید در تمام جزوه ها و کتاب ها که من مطالعه داشتم خب صحبت های زیادی راجع به انواع و اقسام مثلث ها شده. مثلث خب 3 نوع اصلی دارم، حالا با بقیهش کاری ندارم، 3 تای اصلیش رو بگم بهتون: متقارن، صعودی، نزولی. حالا شکل های مختلف دیگه ای داره، بازشونده، نمیدونم کنج صعودی، نمیدونم اسمای مختلفی در مثلث ها وجود داره، شکل های مختلفی، و هر کدوم از این شکل ها و این اسامی در گروه های خاصی طبقه بندی میشن به عنوان الگو ادامه دهنده، یا مثلا این الگو به عنوان الگو بازگشتی که اگر این شکلی شد این بازگشتی، اگر اینجوری شد این ادامه دهنده است. اما همیشه در انتهای این جزوه ها و کتاب ها یک متنی وجود داره، یک جمله وجود داره و اون این هستش که مثلث ها نهایتا باید ببینیم به کدوم سمت شکسته میشن. خب چرا این داستان اتفاق میفته؟ اصلا مثلث چی هست؟ ببینید بچه، ما باز برمیگردیم به جلسه اولمون. ما راجع به روند چی گفتیم؟ گفتیم یک جهش، یک اصلاح و حرکت و اصلاح. یعنی اگر من توی یک روند صعودی هستم قاعدتا دنبال کفهای بالاتری هستم. خب حالا توی این کفهای بالاتری که داره زده میشه، خوب دقت بکنید. گاهی اوقات گفتیم وقتی میاد و دوباره میخواد اصلاح بکنه، میاد یک کفی رو بالا مساوی با کف قبلی خودش میزنه که گفتیم پس اینجا بعد داستان من وارد یک روند رنج شدم، مید دارم و ادامه داستان و در اینجا وارد پوزیشن های خودم میشه. یا اومدیم گفتیم که نه، چرا این اتفاق بیفته؟ اومدیم گفتیم که آقا جان حتی گاهی اوقات ممکن هستش که چه اتفاقی بیفته؟ ممکن هستش که این روند صعودی من در واقع تبدیل بشه به یک دوقله و ما راجع به این دوقله صحبت کردیم. یا گفتیم که نه، گاهی اوقات ممکنه که این تبدیل بشه به یک الگوی سر و شانه. پس در انتهای این روندها هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته، یا دوقله یا سر و شانه. پس اینهایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک نظمی رو ما در اینجا در انتهای روندها میبینیم. پس نکته اول، باید یک روندی وجود داشته باشه تا من مثلث رو ببینم. خب من مثلث رو نمیتونم وسط یک روند رنج مثلث پیدا کنم و بگم این مثلثه. خب پس من حتما باید یک روندی داشته باشم. نکته مهمتر و ساده تر، چون مثلث ها یعنی بی‌نظمی در انتهای روندها، یعنی نه دوقله است، نه سر و شونه است، هیچی نیستند. خب یک بی‌نظمی هستن. پس من اگر بخوام مثلث رو تعریف بکنم میگم چی؟ میگم یک بی‌نظمی در انتهای روند. چقدر خوشخطم. پس مثلث ها یعنی یک بی‌نظمی در انتهای روند. دیدید بعضی وقتا توی یک روندی که من هستم میگیم که خب آقا این دوتا اینجا کف برابر زد، آقا من سقفش رو کجا بندازم؟ به خاطر اینکه مثلا این قلهش پایین تره یا مثلا این پایین تر شده، من اینو روند رنج چجوری بندازم رو؟ وقتی نمیتونم یک روند رنج ثابت صاف تر و تمیز خوشگل بندازم و اتفاقا دارم میبینم که چی؟ دارم میبینم که انتهای این رونده کف مساوی زده اما بالاش نمیتونم یک خط روند صاف تر و تمیز بندازم، بعد بیام خط وسط و مید بندازم. وقتی میام اینها رو در واقع به هم وصل میکنم میبینم چیزی شبیه به مثلث به من میده. به این میگیم مثلث که هر آن ممکنه از بالا یا از پایین بشکنه. خب و اصلا
این گونه نیست که ما بیایم تقسیم بندی کنیم اگر مثلث متقارن بود حتما ادامه دهنده است، یا اگر مثلث صعودی بود حتما بازگشتیه، یا حتما اصلا چنین چیزی نداره. فقط باید چند تا نکته رو توش رعایت بکنیم و ببینیم که من میخوام راجع به اون نکته ها صحبت بکنم، راجع به مثلث که هر شکلی میتواند داشته باشد. یک، حتما بعد اون رو من در یک روندی ببینم. خب بذار اینجوری بنویسم انتهای روند بهتر. پس حتما بعد من اون رو در انتهای یک روندی ببینم. دوباره همون برمیگردیم به بحث کفای بالاتر یا سقفای پایینتر. درست شد؟ یعنی یک بی‌نظمی در انتهای روند. این از این. دومین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، ببین بچه‌ها، من زمانی که توی یک روند صعودی هستم و حالا دارم مثلث میبینم، اولین خطی که به من داده میشه، یعنی اگه اینو 1 در نظر بگیرم، اینو 2، اینو 3، اینو 4، اینو 5، خب خط اول شما که توی مثلث میفته، اگر من توی یک مثلثی هستم که در انتهای یک روند صعودیه، خب اینجوری می‌نویسم بهتر. خط اول من خط اصلاحیه. خب قبول داریم دیگه، مثلا مثلث ها بحث اصلاح هم دیگه. اصلا این رو نمیدونم چرا اولش نگفتم اصلا. ببینید بچه، مثلث ها یک اصلاحی هستن. مگه ما نمیگوییم 1، 2، 3، 4، 5 اینا اصلاح بودن دیگه؟ این مثلثی هم که ایجاد میشود اصلاح. مثلث میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه. خب پس مثلث در واقع یک خط اصلاحیه برای من. این رو همیشه یادتون باشه. حالا داشتم اینو میگفتم، اگر من در انتهای یک روند صعودی، یک جهش صعودی دارم مثلث میبینم، یک بی‌نظمی میبینم، این خط اصلاحی من، اولین خط اصلاحی من در انتهای روند صعودی نزولی هست. یعنی اگه من الان توی یک روند صعودی هم، اولین خطم نزولیه، یعنی شماره 1 به 2 من، یعنی این خط نزولی هست. یعنی پس زمانی که دارید مثلث رو میکشین تو انتهای یک روند صعودی، این خط اولیتون باید نزولی باشه، باید این رو ببینید. خب 3، نکته بعدی، ببینید بچه‌ها، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که قراره از کدوم سمت بشکنه، اما میتونیم یه بررسی هایی داشته باشیم. اگر من توی یک روند صعودی قرار گرفتم، اگر من در یک روند صعودی قرار گرفتم و دارم این مثلثم رو میبینم، دقت بکنید که این 1، 2، 3، 4، 5تون، خب اگر قرار باشه رو به بالا بشکنه، حتما در این محدوده ها حجم رو اگر بررسی بکنید، حجم کاهشی هست. چرا حجم کاهشیه؟ برای اینکه داره میگه آقا درسته که به این محدوده رسیده و این برای مثلث یک کفه و باید اینجا خریدهای خوبی انجام بشه، خب اما چه اتفاقی داره میفته؟ داره میگه آقا جان، این محدوده حجم داره هی کمتر میشه. خب ولی در حالی که وقتی داره به سمت بالا حرکت میکنه، میره بالا، این حجمه داره چی میشه؟ حجمه داره افزایش میشه. پس من در واقع میخوام اینطوری در واقع بهتون بگم که هر چقدر که من به رأس یک مثلثم نزدیکتر میشم، حجم من کاهش پیدا میکنه. پس هر چقدر من به رأس مثلثم نزدیکتر میشم، رأس مثلث من کجاست بچه‌ها؟ اینجاست دیگه. حالا راجع به رأسش هم صحبت خواهیم کرد. خب هرچی من به این رأس مثلثم نزدیکتر میشم، حجم کاهشی تر میشه و اگر در رسیدن به این سقف حجم افزایش پیدا کرد، خب بحث شکسته که گفتیم یکی از گزینه‌های افزایشه، یکی از گزینه‌هایی که شکست رو مستحکم میکنه همون افزایش حجم در سقف‌ها در شکست‌های صعودی است. پس اگر در مثلثی دارید مورد بررسی قرار میدید، این نکته رو رعایت بکنید که اگر قرار ادامه روند قبلیش رو داشته باشه، باید هرچی به رأس نزدیکتر میشه تو کف کاهش داشته باشه. پس اگر قرار هست، ببین دوباره اینجا صعودی رو من مد نظر قرار میدم،
اگر من تو یک مسیر صعودی هستم و یک مثلثی رو میبینم که قرار ادامه دهنده باشه، باید توی کفش حجم هر چقدر به رأس نزدیکتر میشه حجم کاهشی تر بشه. درست؟ خب اینجا خود تر و تمیز کنم. میخوام یه ذره راجع به حالا این خطای 1 2 3 4 5 که گفتم صحبت بکن. خب 3 تا نکته رو تا اینجا گفتیم. بریم به مباحث بعدیمون برسیم بچه‌ها. خب خوب دقت داشته باشید دوستان. ببینین زمانی که من توی حالا باز اینا رو هم صعودی در نظر میگیرم و بعد اینجا میام میگم که حالا اگه من قراره اینجا مثلث داشته باشم، چند تا نکته رو دقت بکنید. کاری ندارم مثلث چه شکلیه. خب خیلی از اشتباهاتی که رخ میده در مثلث ها این هستش که این سقف ها و کف هایی که میخوان به هم وصل بکنن دوستان، در واقع در وصل کردن اینها به هم مشکل دارن. چه چیزی این مشکل رو برطرف میکنه؟ یعنی بعضی وقتا این وسط ها هم مثلا این وسط ها هم یه چیزایی میبینن مثلا و میان میگن خدایا خب من روی این بندازم خطم رو کجا قرار بدم. یه چیزی بگم خیلی راحت و اون این هستش که بچه‌ها این مثلث هایی که من دارم اینجا میبینم، هر کدوم از این خطوطی که شما اینجا دارید میبینید اصلاح موج قبلیشونن. یعنی چی؟ خوب دقت کنین. این موجی که اینجا دارید میبینید اصلاح اینه، اینی که اینجا دارید میبینید اصلاح اینه، اینی که اینجا میبینید اصلاح اینه، اینی که اینجا میبینید اصلاح اینه. 70%، 50%، 80% از موج قبلیشون رو باید حرکت کرده باشن تا بتونیم بهشون بگیم دره ها و قله های اصلی مثلث. تمام. پس 4 چی میگم؟ می نویسم 70 50 80 یه همچین حدودایی موج قبلی. اینها برای شما میشه اون قله ها یا اون کف هایی که برای مثلث نیاز دارید. پس هر جایی از چارت که وارد شدین مثلث براتون، یعنی یه وقتایی توی چارت میریم، حالا میریم روی چارت هم کار میکنیم، یک وقتهایی هست که در واقع توی چارت انقدر این مثلث شما دارای خطهای زیادی هست که شما نمیدونید خب کدوم یکی از اینها رو باید به هم وصل کنم که بگم مثلث. گاهی اوقات اشتباه وصلشون میکنم و شکستی رو میبینم، بعد میبینم این شکست نبوده، مثلا مثلث من این شکلی میبوده بعد اینجا میومد، یا اینجا شکست میبینم در صورتی که عرضم به حضورتون که شکست نبوده و باید که در واقع مثلثم رو اشتباه به هم وصل کردم. بچه‌ها این نکته هایی که میگم و روش کار بکنید. خب روش کار بکنید تا متوجه بشید که اصلا بحث از چه قرار هست. پس من به جای اینکه بیام انواع و اقسام مثلث ها رو برای شما توضیح بدم و بگم که خب اینا رو حفظ بکنید، اگر این شکلی بود این داستانش این ادامه دهنده است این بازگشتیه، و بعد در آخر بگم البته باید منتظر شکست باشید. 4 تا نکته بهتون گفتم، این 4 تا نکته رو توش رعایت بکنید، مثلث براتون قابل فهم میشه. و حتما هم یادتون باشه که مثلث یک بی‌نظمی در انتهای روندها هستش، این رو همیشه اول یادتون باشه. حالا قرار هستش که چند درصد چه مقداری به من سود بده حالا این مثلث، حالا هر شکل و شمایلی که میخواد داشته باشه. به این میگن قاعده در مثلث. خب
به اندازه ارتفاعی که این مثلث داره، در واقع هر میزانی که حالا بخواد به بالا یا پایین بشکنه به اندازه ارتفاع h به شما حد سود میده. یک نکته دیگه راجع به مثلث، بچه‌ها مثلث دیگه نهایتاً اینه 1 2 3 4 5 دیگه باید از اینجا یا از اینجا بشکنه. اگه اومد رسید به نوک مثلث، دیگه مثلث برای من مثلث بشو نیست و من اصلا دیگه باهاش کاری ندارم. اوکی؟ پس داستانی که وجود داره این هستش که، یعنی در واقع نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این هستش که مثلا چطور بگم، حالا بخوام اگر درصدی بگم، رأس مثلثتون قبل از اینکه برسید به رأس مثلث باید شکسته اتفاق افتاده باشه، یا بالا یا پایین. قبل از رسیدن به رأس باید شکست اتفاق افتاده باشه. اگر اتفاق نیفتاد دیگه اون مثلث هر چقدرم که این دره ها و قله هاش خیلی شیک و تر و تمیز پیداش کردین و به هم وصل کردین و مطمئن شدید که مثلثه، اگر دیدید نداره اینجا بازی در میاره، دیگه از بحث مثلث خارج میشین، چون یک روند رنج راکت بدون معنی هستش. اینم از بحث مثلث ها. و اینکه باز هم تو بحث مثلث بچه ها، اگر که در واقع شکست اتفاق میفته، حجم در شکست افزایش پیدا میکنه، تو پول بک حجم کاهش پیدا میکنه. فکر نمی کنم دیگه چیزی باشه که نگفته باشم راجع به مثلث ها. دیگه اینکه خب بیایم اینجا روی چارت. بچه ها ببینید، من در انتهای یک روندی قرار دارم و شروع کرده به سقف‌های مساوی زدن. خب این قاعدتاً باید تبدیل بشه، اول اینجا تا اینجای ماجرا اگر من هستم میگم مساوی شده این دوتا و برای من تشکیل محدود رنج رو میده. خب این قاعدتاً باید تا اینجا میمده که این رنج من حفظ بشه. خب نیومده، پایین تر زده، پس داره یک بی‌نظمی اتفاق میفته. در این بی‌نظمی که داره اتفاق میفته، خب من میرم سراغ این که مثلث توش پیدا بکنم. خب من تو روند نزولی ام، پس اولین حرکتی که توش پیدا میکنم برای کشیدن مثلثم یک حرکت رو به بالاست. 1 2 3 4. وقتی اینها رو به هم وصل میکنم و در واقع شروع میکنم اینها رو هم به هم وصل کردن، بعد اینجا شروع میکنم به اینکه خیلی خوب این یک مثلث هستش، این میزانی که به سمت بالا حرکت کرده 70-80% این موجم اصلاح شده، دوباره این رفته بالا، دوباره 70-80% این موجم، یعنی از اینجا تا اینجا که این حرکت هم بوده تا اینجا اصلاح شده، پس در واقع 70-80% این رو هم اصلاح کرده و بعد در اینجا شکست اتفاق افتاده. حجم رو اینجا باز میکنیم. خب در اینجا افزایش، اینجا ما را بزرگ داریم، حجم افزایش پیدا کرده، کندل تایید داده به میزان ارتفاعی که در واقع در فکر کنم برعکس بکشم بهتر باشه، به اندازه قاعده برای ما میتواند بعد از شکست حد سود بدهد. این بحث در واقع مثلث ها هستش و اینکه اگر که این نکته رو 4-5 نکته‌ای که در بحث مثلث ها گفتم رعایت بکنید، از مثلث ها در واقع به خوبی میتونید استفاده بکنید و اصلا تو گیر این نباشید که این مثلث چه نوعی ادامه دهنده است یا نیست. مفاهیم رو فقط باید توش بررسی بکنید. یه چیزی که جدیداً مد شده و من زیاد میبینم اینه که میان مثلا یک چارت روزانه رو در نظر میگیرن و تا این حد فشردش میکنن، بعد میگن ببینید این یک مثلث، مثلا اینجوری یه خورده بد کشید، یعنی یک مثلث. بچه مثلث باید توی یک روند باشه. خب پس لطفاً این که میگن یک مثلث حالا از اینجا خارج بشه به اندازه این
حرکت نزولی یا حرکت صعودی خواهد داشت. اینا در واقع من درآوردی های این بازار پرپیچ و خمه. دارم فکر میکنم که چیزی هست که نگفته باشم یا خیر. خب این جلسه‌مون رو هم تمومش میکنیم. در اینجا فقط خواهش که دارم این هستش که خوب تمرین بکنید، چون این جلسه هفتم بود. جلسه هشتممون جلسه یکی دو جلسه بعدیمون بسیار 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 مهم هستن، چون استراتژیمون رو خواهیم گفت و نکته های بسیاری که خیلی از مشکلات رو برطرف میکنه. اما مستلزم این هستش که این نکاتی که تا اینجا گفتیم، کندل ها، الگوها، حتی همون جلسه اول که راجع به ماروبوزوها صحبت کردیم که گفتیم بعد از یک مقدار فشردگی ماروبوزوهای میزنه شکسته میشن و باهاشون باید خط استاتیک و داینامیک رو بکشیم. بسیار بسیار روشون تبحر و تخصص پیدا بکنید، به خاطر اینکه در جلسات آینده بهش نیاز پیدا میکنید. شاد باشید تا جلسه بعد. خدا نگهدار.